درود دوستان، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی N8N کانال لوپی لاجیک. توی این قسمت میخوام بهتون یاد بدم که چطوری N8N رو روی لوکال یا همون PC خودتون ران کنید. خب خیلی سریع میریم سراغ آموزشمون. ریکوایرمنت N8N برای اینکه روی لوکال ران بشه نود JS، پس میریم سراغ نصب نود JS. آدرس سایتش اینجا براتون میذارم، واردش میشیم و دانلود میکنیم. البته من از قبل دانلودش کردم، نصبش کردم. خیلی مراحل ساده‌ای داره، یه سری نکس و در نهایت نصب میشه روی پیسی تون. بعدش برای اینکه مطمئن بشم درست نصب شدن ترمینال رو باز میکنم و چک میکنم که ببینم نود و پکیج منیجرش به درستی نصب شده. از نود خط تیره وی و از npm خط تیره وی استفاده میکنم و میبینم که ورژناش برام توی ترمینال پرینت میشه به همین سادگی که میبینید. خب حالا از دستور npm install خط تیره g N8N استفاده میکنم که اینجا g به معنی گلوباله و N8N رو برای همه سیستم ها، در واقع همه اکانت های روی لوکال در دسترس قرار میدیم. به این صورت منتظر میشیم که نصبش تموم بشه، یه مقدار طول میکشه. اینجا یک سری وارنینگ npm رو دارم که حالا میتونم نصبش کنم و دیگه این وارنینگ ها رو هم نبینم. خیلی خوب، حالا میریم سراغ ران کردن N8N. حالا کامند N8N start رو میزنم که شروع کنه N8N به اجرا شدن روی سیستممون. به این صورت و یک مقدار صبر میکنیم، بهش اجازه میدیم که دسترسی داشته باشه و در نهایت اون آدرس لوکال رو کپی میکنیم توی مرورگر. به این صورت کپی میگیرم، اینجا پیست میکنم و میبینید که به این صفحه وارد میشه. ازم اطلاعات میخواد، واردش میکنم. اینجا ازتون میخواد که کمپانیتون رو شهر بدین که حالا من روی آدر میذارم، خیلی چیز مهمی نیست و میریم سراغ مرحله بعد. اینجا درخواست فریلنسنس کی رو میدم و برام یه کی به اصطلاح ایمیل میشه. میریم که اینجا سمت راست میبینید که بهمون میگه براتون ایمیل شده. میریم ایمیل رو چک کنیم. اینجا لایسنس کی برام ایمیل شده و روی اکتیویت لایسنس کلیک میکنم تا یک کی فری برام اکتیو بشه. به همین صورت برمیگردم به صفحه هوم و اینجا ایمیل و پسوردم رو میزنم و لاگین میکنم و دقیقاً مثل مدل کلاود و همه امکانات دسترسی دارم و خیلی ساده روی سیستم لوکالم دارم اجراشون میکنم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.